یا با پروردگار چیز سلام بر شما بادار من. وادار چی؟ تو کی هستی؟ جند چراغ جادویی، شما مرا از خواب بیدار نمودید. حالا حق سه آرزو را دارید. زیت آرزو؟ ما یک تا دختر همسایه داریم نامش آرزوست. نه بادار من، مرادت چی از مراد؟ اوه پس من آمریکا ببر. میخواهید مهاجر بشوید؟ مهاجر میشو، پیسه قاچاق ندارم گم شو. در قانون من امکان ندارد. چرا نداره دیگه؟ چیزی که شما فرمودید بدبختی است. چرا بدبختی باشه؟ او جهایش نوش است. نظر به دست آورده امروزی افغانها در آمریکا و اروپا امکان دیپورت شدنتان است. نه بانه نکتام، دلت نمیشه که ما بریم همی خارجه ببینه. به خدا قسم نمی کنم شما به جز این دیگر مرادی ندارید. خب پس یک سویچ میخوایم که دی بم بهتون وصل باشه، کمی فشار بدی یک مرگه برا دوار کنه. اول هم دو تا همسایی راست و چپ ماره. بادار من، ذهن شما بر خرابی ها بیشتر کار می نماید. اینه خب باز با نکدی تو را چی به ذهن ما؟